جمعه 18 دکبر است و آخرین تحولات امروزی تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما روی موج رادیوی موج میشنوید. درود به شما و خبرهای ساعت را از روسیه شروع میکنیم. شهروندان خارجی میتوانند قانونی در روسیه تا 15 ایونی سال 2021 بمانند. فرمان درباره تنظیم وضع حقوقی مهاجران، شهروندان خارجی و شخصان به شهروندی را دیروز 17 دکبر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین امضا کرد. طبق این سند شهروندان خارجی حتی با داشتن مهارت اجازتنامه استقامت میتوانند قانونی در روسیه باز 6 ماه دیگر بمانند. حجت‌های آنها به طور خودکار تمدید کرده می‌شود. غیر از آن فرمان و شهروندان دیگر دولت‌ها اجازت می‌دهد که اگر مهلت اجازتنامه آنها تا 14 مارس سال 2020 به پایان رسیده باشد روسیه را آزادانه ترک کنند. بار اول فرمان درباره تنظیم وضع حقوقی مهاجران در آخر سال 2020 در رابطه با بسته بودن مرزها بنابر پنجشنبه سرایت کرونا ویروس به امضا رسیده بود. این سند به صدها مهاجر که در روسیه بودند امکان داد که مقام حقوقی خود را گم نکنند. پس از آن فرمان مذکور دو مرتبه از جانب رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تمدید کرده شد که بار اول تا 15 سپتامبر و بار دوم تا 15 دکبر. اینک همین فرمان مذکور تا 15 ایونی سال 2021 از جانب ولادیمیر پوتین تمدید گردید. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی از اول سال شماره عمومی مهاجرانی که در روسیه مانده‌اند دو مرتبه نسبت به همین دوره سال 2019 کم شدند که این سبب گشته است اکثر بخش‌ها به مثل خواجگی منزلی و کمونالی، ساختمانی و خدمت رسانی در روسیه به کارگر بمانند. در روسیه می‌مانیم و ادامه نشر خبری. روسیه در بین کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل از روی شماره پلاتوی سوریه‌یابی اهالی به ویروس نورسایی مسئولیت آدم موقع پیشرفت را اشغال می‌کند. یکی از چاره‌های اساسی پیشگیری پنجشنبه ویروس نورسایی مسئولیت آدم خود ویتسپید را مقامات روسیه در تشخیص سریع مهاجران می‌دانند که هنگام گرفتن پتنت از آنها چنین تشخیصات طلب کرده می‌شود. در صورت معین گردیدن حالت‌های گرفتاری با چنین بیماری‌های سیریتی شهروند خارجی از حدود منزل و ماموری فدراسیون روسیه در حال خروج کرده می‌شود. همین طریق به گفته کارشناسان در روسیه به هر 100,000 اهالی 72 از در دو حالت ویروس نورسایی مسئولیت آدم اشغال کرده شده است و چنین سطح بلند در اوکراین و بلاروس نیز مشاهده می‌شود. در کشورهایی که مهاجران مهنتی به فدراسیون روسیه می‌روند وضع نسبتاً بسیار ویتسپید تشکل یافته است. در تاجیکستان به هر 100,000 اهالی 13 حالت، در قرقیزستان 13 و در ارمنستان 12 حالت پیشگویی کرده می‌شود. در واقع شهروندان خارجی که به کار به روسیه می‌آیند می‌توانند در قانون این کشور سرایت یابند. متخصصان در ارمنستان دعوا دارند که اکثر گرفتاران ویروس نورسایی مسئولیت آدم از روسیه وارد شدند. مهاجر به کار می‌روند و وقتی که برمیگردد ویروس را به اویله‌اش انتقال می‌دهد. گفته است آناستاسیا پکرووسکا، کارمند کلان علمی انستیتوت مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی فدراسیون روسیه. قید کرده می‌شود که بنابر قانونی بودن اخراج نفران دارای ویروس نورسایی مسئولیت آدم اکثر وقت مهاجران از تشخیص آن می‌هراسند و کوشش می‌کنند که از چنین تشخیص بیماری‌های سیریتی گریزند. آن مهاجران که سرایت این بیماری را در خود می‌دانند در اکثر وقت در روسیه غیرقانونی زندگی می‌کنند و از مد نظر مقامات مهاجرت و طبی دور می‌مانند. می‌گوید کارشناس ساحه آناستاسیا پکرووسکا. در ادامه همین موضوع یک خبر دیگر نیز داریم. در روسیه برای نگاه داشتن نتیجه‌های معاینه طبی مهاجران مهنتی فهرست یگانه تشکیل کرده می‌شود. حکومت روسیه لایحه قانون داخلدار را به دومای دولتی پالاتای پایانی پارلمان فدراسیون روسیه برای بررسی پیشنهاد کرده است. فهرست معلومات را از معاینه طبی شهروندان خارجی درباره موجودیت سرایت‌های خطرناک و مثل نشامنده و ویتسپید یعنی ویروس نورسایی مسئولیت آدم در بر می‌گیرد. طبق لایحه قانون مؤسسه‌های دولتی طبی می‌توانند چنین تحقیقات گذرانند. نتیجه‌ها به پایگاه یگانه اطلاعاتی وارد کرده می‌شوند که آن را مقامات روسپاترنادزور و تنظیم می‌دهند.
مؤلفان این لایحه قانون برآورند که قبل قانون مذکور روسیه را از سرایت‌های خطرناکی که به قلمرو برده از آن فعالیت یک فهرست یگانه امکان می‌دهد که درباره بدوبوش نامطلوب مهاجران در فدراسیون روسیه زود تصمیم گرفته شود و از کار آنها جلوگیری کرده شده از حدود مرزی مأموری فدراسیون روسیه اخراج کرده شود. یادآور شود که مهاجران ملتی برای گرفتن حجت‌های ضروری جهت اقامت قانونی در روسیه از معاینه حتمی طبی می‌گذرند. در صورت اشغال کردن بیماری‌های سرایتی در پست آنها رد کرده شده خود مهاجران زود از روسیه اخراج می‌گردند. شما نشریه خبری را در روی موج رادیو مهاجر میشنوید. موضوع را تغییر می‌دهیم. در شرایط تهیه سیاست کنسپسیون نوی مهاجرت در روسیه کارشناسان تشبوسی را درباره عهده‌داری کارفرمایان و اصالت دادن به شهروندان روسیه هنگام قبول کار می‌کنند. این پیشنهاد تنها به جای‌های خالی کاری دخل دارد که تخصص مشخص را طلب می‌کنند. یوری شراگوف رئیس شورای سابق دوران مقامات تنظیم کننده مهاجرت روسیه بر آن است که بیشتر شهروندان خود روسیه باید به کار تامین کرده شوند. به نظر این سابقه‌دار ساحه بعد این وسیله تامین اهالی با جای‌های کاری کرده شده سطح بیکاری کاهش شده می‌شود. اندیشه این کارشناس برای آنکه داوطلبان شرایط برابر داشته باشند باید قانونگذاری مهاجرت و مقام کارمندان خارجی را به تنظیم درآورد. و عنوان مثال و از دولت‌های مثال آورده است که سازمان‌هایشان هنگام قبول کردن خارجیان آنها را نه تنها با کار بلکه با منزل تامین می‌کنند. از متخصصان خارجی معلومات می‌گیرند و چقدر مصرف خواهند کرد. در اساس آنها تصمیم می‌گیرند که به کشور دیگر بروند یا نه. این راه نیز جلب بیشتر مهاجران را به روسیه تامین می‌سازد گفته است یوری شراگوف. تحولات این ساعته تاجیکستان و جهان است مستقیما در روی موج رادیو مهاجر است. روسیه و تاجیکستان می‌رویم. زیاد از 90,000 نفر شهروندان تاجیکستان و واسطه پروازهای چارتری از کشورهای خارج به دوشنبه برگشتند. نویسنده خبرگزاری اوستا با استناد به معاون سردار ریاست مهاجرت مهنتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری اصلشان در شریف خط کرده شده است که در بین آن شهروندانی که اندمی از دیگر کشورها به تاجیکستان برگشتند 74,171 مرد و 16,162 زن می‌باشد. هر سال تقریباً 500,000 نفر کشور را برای مهاجرت مهنتی ترک می‌کنند. سال 2020 129,000 نفر کشور را ترک کردند. 112,927 مرد و 16,880 زن گفته است اصلشان در رهبر ریاست مهاجرت مهنتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و گفته مقامدار وزارت مهنت و مهاجرت روسیه همچنان کشور از همه سرطلب جهت مهاجرت کاری برای شهروندان کشور محسوب می‌رود. تا 90% مهاجران ما به فدراسیون روسیه می‌روند. باقی مانده 10% دیگر برای کار به قزاقستان و دیگر دولت‌ها سفر می‌کنند. تاکید داشته است اصلشان را در شایف ادامه گردیده است که در انتخاب تاجیکستان مرکزهای مشورتی به فعالیت پرداخته‌اند که شهروندان می‌توانند برای جستجوی کار به این مرکزها مراجعه کنند. طبق اطلاع نماینده وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری به چنین مرکزها زیاده از